سرعت بگیرم بزن آها دستی که بذار تو زمین دست من آقا الله برکت الله یا امیر برکه امیر به قرآن بترکه بروش ازت میگیرم امیر کجا بخواد بترکه داداش داره میره یه ماشین بزنیم رو زمین بریم دنبالش تو اون مسیر رو بزن به یکی میخوره تو اون مسیر رو بزن خسرو بزن خسرو ما رو نزنه اونم آقا توتل شکست نزنه ای خسرو دارم میفتم رفته بخور آب فلجم رفتن تو آب وای ایشالا ماشین چون من اصخای وای سلام من اسامم و اومدیم با پارت جدید ویدیو الیلند. توی این ویدیو قراره که داشت اسام بره سراغ بیزنس های جدید. میخوام راههای جدید پول در آوردن رو تست کنم و ببینم که از چه چیزایی میتونم توی این سرور پول در بیارم و یک مراسمی هم داریم. متاسفانه ماشین زیبام که فوت کرد قراره براش یک مراسمی بگیریم و قراره از بقیه بچه‌ها دعوت کنیم و توی این مراسم غم انگیز با ما همراه باشن و با من همدردی کنن و یک سری پلن های دیگه هم داریم که توی ویدیو بهتون توضیح میدم. لایک کامنت فالو فراموش نشه. بریم با ادامه این ویدیو. لیتس گو. خب رفقای گل عزیزای دل ما اومدیم با داشمیر گیمر گل گلابی. سلام علیک داشمیر عزیزم. سلام خوب هستی امیر جون؟ سلامتی میخندی امیر جون؟ کرم خاکی هم تو واقعا کرم خاکی، هم کرم داری هم خاکی. مشی هستی و با مرام امیر اونو نگیر سمت من. مرسی قربت دارم. داشیادز سلام. ترسیدم گفتم یو رحم کرد. چطوری اشرم؟ رحم یو دلش سوخت. ماشین بری بغل پارک. یودا نکن مستقیم بره داخل این خونه. بده همین 20 تا میدم. همین الان چقدر میدی؟ نه آقا حق نداری همچین کاری کنی شما عزیز دلم. مرسی. الان میرم بذار عقب بگیرم. بیا عقب. یادا جون دورت بگردم. تو واشو یا نکن یادا 1 یزید یادا 20 تا من میگیرم میرم تو خونه امیر. 20 تا میدم برو تو خونه امیر. بده 20 تا بده. برو من بهت میدم. امیر 10 تا تو 10 تا من امیر. حل با هم دیگه رو اوکی کنیم. برو درست است. حل بده من نمیدم. عجب. آخه این میخوام درستم بچه صدقه بدم به من جدی رسیدم. بذار یه ساین بزنم. امیر اینو می‌خواستم اونجا بزنم آقا آیتم چیزی برای فروش داشتم بذارم شما مثلا بخرید یا هر کسی دیگه میتونه این کارو کنه. میدوزم. تو که داغانی. داغانی. ما چون زیاد میگیم اینطوری داغانه. سمنان دامغان؟ یا آقا اگه قانم کنی همین بهت پول میدم. قانم کنی آدم خفنی هستی همین الان این تو کوین بذار. خیلی خفنی. عجب داشتم ازتون تعریف. سلام آقای عابد. این سلامی گرم و اول بودم. سلام خسرو جون چطوری عزیزم؟ خوبی خوش اومدی. چطوری اول جون؟ کلو من. چه خبره؟ مسافرت خوش گذشت؟ قربانه. فدای شما بشم. خسرو چی شد؟ خسرو الان میزنم تو سرش. خسرو نکن. با چی هم داره میزنه پسر جون؟ با دور خونتون. بدبختی بود. آقا دارم میمیرم الان واقعا دارم میمیرم. آقا یه غذا بدیم من. تو رو خدا من واقعا غذا ندارم. اینقدر بدبختی واقعا غذا ندارم. بیا یه بدبخت بیچاره. من به اون غذا آیتم گذاشتن حسام حرام. بچه‌ها آیتم گذاشتن واسه. بچه‌ها مشتی ان دیگه داداش. چی به اسم باز پول دادی؟ سلام آقا بابا اصلا اینا ورودها ماشاءالله عجیب و غریبه. بیسیمه خط مقدمیم. هر چی پول داری رد کن بیا من زور گیرم. دستم کن. اوپا به قرآن وحشیان. میزنیش. تیزی پولو میکنم. تیزی آقا تیزی. بچه اسلام شهر اون شاخلاری آقا.
بابا گدا قشنا، یه دوتا توتم بخرین تو رو قرآن. مردم بدنش بمیره. آقا تو رو خدا میگیره. از پارسیا حرف نکشین، بذار صداش نیاد. این چه صداییه؟ چک کن پرچستو چک کن. مشی هستی با مرام دورت بگردم من. بخش گوش زامبی من برای چی بود؟ نه هر کی بود. شاید باور نشه خود من دقیقاً دو تا هلی کوین نیاز داشتم. بله رفقا از دار دنیا همین دو تا هلی کوین رو دارم. آقا من توی این ویدیو آقا نزول تو بگیریم نزول بگیر. نه از تو نزول نمیگم داشت، من خودم پایم خود ساخته ایم آقا. 55 میدم چیه؟ 7 تا پس بده. بابا یودا یودا رو رفقا تو رو خدا یودا رو نکنی. افتاد دنبال نزنی یکیشو میمیری و یزیدا نکنی. من که نزدم بابا. معلوم. راست میگه هلی کوین نداری؟ به قرآن همین دو تا دونه رو دادم، جدی دارم میگم. بهش نیاز به خدا. داری؟ نیاز نه اوکی من هستم. سرمایه گذاری الان میرم بعدا پولدار سرور میشی، تو که نمیدونی چی کار میکنی. الان میره من فعلا کارایی نزول میکنه. پول اما خوشتی بیاجه نیده بود مردم. تا حالا این پیشرف یه جا نمیده بودم. پیشرف آقا یه سال ناموسم مردم. کدوم یابو علفی اومده این شستان رو خالی کرده؟ به قرآن تو قبل ویدیو تو این آیتم بود، خدا شاهده. کدوم؟ تو این چه سیب زمینی به خدا هستم بیشتر آیتم بود. اینا چی هن؟ نزن بابا نزن این یابو های کسافت. من دستم بخواد پاپت. هم با گوشت پاپت آقا الان یه همه خوشتی بیاجه نیده بود انگار دارم میگه پشتی بابا آقا قهد خوشتی پتلی اینجا دو تا خوشتی. این چیه؟ وای من فکرم سگه. بیبی زنم بابا یکی بخوابه. خب بابا خودت اون تخت دو نفرته بذار بخوابین دیگه یزیدا. بیبی میتونیم بقیدم بخوابیم بیبی شاید بخیر. تو رو خود نه شاید بخیر بیبی. ریپر اومدم بک کلیفر خود بابا بیبی زامبی چی میگه؟ نخور این ماشینم بهتره که جدی. بابا نکن احمق. وای اصلا مگه میشه این حجم بیبی زامبی؟ این میخوام آروش میخوام تو رو خدا بده ایول من زدمش امیر. به من یه چیزی میدونم یه هلی کوین بزنم. من هیچی ندارم. امیر بدبختم امیر بیچارم امیر دستم ادامه امیر دستم ادامه بعد انداخت. مرسی آقا من یه دونه کلاه چینل یه دونه خاطر ست کامل بسازم. آقا ماشینمو بیار پسر جون. باز نه آقا بذار یه دیگه حرکت رو فقط بزنم. آره آشار من کجا من وایس بچم سرعت بگیرم. بزن. آها دستی که بذار تو زمین. دست من. آقا الله برکت الله. یا امیر برکه. امیر به قرآن بهتره که بروش ازت میگیرم امیر. کجا بخواد بهتره؟ داداش داره میره یه ماشین بزنیم رو زمین بریم دنبالش. برو ماشاءالله. دیگه تموم. ماشینم آقا ماشینم دهنت سرویس امیر. ماشین بوق انداختم. بوق زن؟ بوق انداختم رو. نمیزنی که. یا من کر شدم. ماشینم ماشینم دست من وای داداش در فکرم رفت. چرخ ماشین وات؟ یا چی؟ چی میگی خسرو؟ چرخ ماشین در اومده. بذار کو اینجا مرسی. نه اوکی شد. میره. بابا عجب آقا تو رو خدا ماشینمو ندزدین. بکنش. بابا نه خب نه آقا نذار رو زمین. امیر 3 2 سمت اون چه تا ماشینش بهتره که. بذار میخوام بکنمش امیر جدی. میتونی بکنیش اینو؟ خب بذار رو زمین مثل آدم. آخه کدوم به سمت دریا بذار که اگه چی شد نتره که. بودن همون آخه. بابا نتره که. امیر بهتره که میتره کنمت به قرآن.
آقا ماشین بیا 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 پسر جون بیا آقا بذارش زمین ماشینمو میذارد. آقا ماشینمو میخوام. مرسی. آقا ماشینا رو انقدر ندزدید. آقا دزدی ماشین 10 تا هلی کوین. دزدی ماشین 10 تا هلی کوین آقای گادیودا. آقای یودا قوانین داری زیر پا میذاری عزیزم. قانونی نذاشتیم برای ما. قرار بود کسی رو بکشه. نه به 20 تا هلی کوین بهش ما بده. تو ویدیو قبلی اینو گفتیم. هر کی ماشین هر کی بره. تو ما بیشه نبودیم بیا پایین. آقا من با این بی‌شرف یودا دیگه هیچ صحبتی ندارم. قومشین برین آقا. قومش برین باش حیوان آقا. برین آقا. عشقان وای بابا یابو ماشین رو نکنی در حرکت الان. مرسی. این راه میافتاد فقط به قرآن. آی آی برو دیگه یه آقا بیا پایین. اول الان میترکه. اول بیا پایین. من سوار کن. برو خونتون. بیا بیا آقا دنبال ما گرد آقا. دنبال ما. خسرو نکن. خسرو توتمشو بشکن. خسرو توتمشو بشکن. خسرو بذار وایسا ایده در بیارم میمیره. آره توتمشو بشکن. نمیره یو خسرو. آقا کم آروم برو. وایسا برس. گوشه این بدبخته عقب موندن چرا؟ تو اون مسیر رو بزن به یکی میخوره بالاخره. تو اون مسیر رو بزن. خسرو بزن. خسرو ما رو نزنه اونم. آقا توتم شکست الو نزنه. ای خسرو دارم میفتم. رفته. بخون آب فلجم رفته تو آب. وای ایشالا ماشین چون من اصخای وای من نمیدونم. من واقعا دیگه حرفی ندارم. و من دیگه پولی ندارم. داداش من از افتادم پایین. ترکی دوره ترکی؟ جدی؟ ماشین ترکی؟ بهش گفتم توی دیوارا من اینجا رفتم ترکیده همون لحظه خسرو ماشین من ماشینش ترکید؟ حساب ملی؟ دیوارا اصلا دیگه پول نداره این روی دیوارا نرو من هم اینجا رفتم ترکیدم درجا بوم. من توی اینترو گفتم میخوام برای ماشین قبلی تشییع بگیرم. الان نداره الان برو تشییع سامیدی پارت قبلی به دیگه خسرو با تو هیچ حرفی ماشین به تو نرم. نیومده. با تو دیگه هیچ حرفی نرم آقا. پارت قبلی به خسرو گفتی ماشین به تو نیومده. خب بعد الان به خودم ماشین. آقا کی منو کشت اینه بگیم. یعنی چی منو کشت؟ من توتم شکست اونجا. من که داشتم رانندگی میکردم یزید. خب بس خسرو دست بده. آقا چی کار دارین میکنین؟ منو کشت دار دیگه. آقا یکی اینو پر کنه. نداری چی آسفالت داره؟ درت میخوای؟ آقا تایتل اصلا بذار فعلا موقت درت بذار بذار تا بعدا نیفتم. خب پارسیای یزید 4 5 استک رو فقط از اون اورهای نکندش داره. آقا یه 10 تا بده آقا. تو مرسی عزیزم. من تو خیلی الان بدبختم نداشت. من خیلی هیچی ندارم. موتورم نمیتونی بخری. بابا نگین اینا رو. آقا اینا رو نگین. دوچرخه بخوای با دوچرخه بیا. من واقعا می‌خواستم توی این ویدیو رو ماشین قبلی فقط تشریح بگیرم. الان بعد در پارت بعد برای این ماشین اومده درست ماشین بعدیت هم بگیر به نظر من. من الان اومدم مثلا اینجا که کلید بخرم برای ماشین سوئیچ می‌خواستم بخرم. خوب شد نخریدی. همون بهتر که نخریدی. ویدیو دفاعی غم انگیز شدیم بالا. بابا بیخ که بزن برای خودم غذا بخرم. آقا بشینید با هم 4 تایی میریم. نه داداش من کار دارم. بسا رفاق بغضی هم واقعا. آقا مسافر کشی. منو برسون تا اینو یا علی امیر یا اول. چه جامپی داره میزنه. یا شبیه بی ام ایکس باز. قیافه چه بال داره میبره. الان میخوره به این ماشین میترکه. جدی فکر کنم بخور به این بترکه ماشین. وای نکن.
خسرو نمید نکن میترکه یا امیر یا میترکیم به خدا. خسرو اگه اینم بتونی بترکونی رکورد زدی. با یه دونه کوست بذاری 4 5 لیتر بدی. آقا منو برسون تو خونم. آقا منو برسون تو خونم جدی. اینو چند تا داری؟ پول داری حساب کنی اینو؟ من داشتم وای خیلی لجن خیلی لجن. کورسی داد تا کورسی داد. آقا اتک یا میترکیم جدی. چی یواش تا به میره؟ کله تو میزنه. خسرو چقدر قانون مداره. ماشین بیشتر از این نمیره آخه. یا وای خدا میشه این بترکه؟ یا داداش من آقا رفقای گل 2 تا تایر دارم فروشی. نه جدی میشه بخریم پول نیازم. بدبختم به خدا بدبختم. آقا یه آب میذاریم ما بریم بالا. اینا داشت. نه میذارم از یو بشینم. من منتظرم خسرو بذاره. آب دارم من منتظرم خسرو بذاره. عجب. بابا واس خیلی بده. نمیتونی بیا؟ جامپ. بیا بیرون با بیرون از من نوکر زوار شو برو اون امیر برو هوا اینو کریسی به یا علی. یا دو شخم کو. زوار شی برو آقا گاز برو خسرو. گادیودا کیه؟ خسرو کیه؟ خسرو باید بره نه من. گادیودا که تویی خسرو کیشه. آقا شاخ به شاخ میتره که. یا علی اون یا برو بالا. موشیش هم یعنی یا بهتره که بخندم. وای تا 2 کیلومتری هم بک میرسه بهش. خواستی بوسم. کی اینجا ترکید ماشینه؟ کی ترکید؟ نزن آقا نزن. تصادف میشه. اینا چه دارن پیاده میان؟ من پیاده نبودم ولی ترسیدم تصادف کنیم پیاده شدم. نه داشت ترسشی. من مدیو با موتور داشت پیاده میاد. یعنی اون با ماشین از بغل ما رد شد. داشتم میگفتم تو شما این راننده تاکسی نیستی و این تو نباید غور بزنی الان. همون اوه المیلان چه اقتصاد بدر نخوری داره. یه شهردار اسکل داره اصلا همه تور خودش هم اینقدر تورم داره خودش بدبختی چرا فقیره. آقا خودم ضبط دارم ببندن. بده موزیک بذار برامون. خب من دهنی میخونم تا برسیم. دهنی من در ماشین بازم ان شاء الله در ماشین دیو بشکنه. اساملی دنبال هر چیز ماشینا بقیه. آقا بخشید من دست سوار. من میخوام چیکاری کنم؟ من نمیتونم این درو بکنم. ماشین رو کندم. در باید بشه اینجوری کند فکر کنم. صدا شده در نمیاد. بشین بزنم چی در میاد؟ کی تو عمرت اسنپ آقا رفتیم دوزی پلاکو میکنی پلاکو هم هست. پلاکو کندم. بابا سوار شو ماشین تو میتره کنی؟ خودش ماشین نداره. میخواد که تا ماشین نداشته باشی. برو بریم. دختایر لیکوین دارم. یواش تو رو خدا برو تو خونه یکی. آقا منم حساب نه وای احمقی. آقا ابول بخوام تو خودم الان میتره که جدی بخوام. تخت ندارم زیاده. وای بخوام بزنش میتره که. بابا وای شما کی هستین دیگه؟ بابا به خدا رو ماشین میتره که یکی بخوابه انصافا. بخوابین دیگه اینا رو نگاه. در حرکت که نمیشه خوابید که از اون اوله بخوابه. من دیگه. اوه این مپو به چخ دارم. به خدا رفقانه مپو به چخ. واقعا فکر کنم کسی کاری نکرد و تقصیرمون کریپر بود. آقا یزیدتونو ابول حیوان با بخوام تو خود من به چخ رفت. تخته این چیه؟ وات؟ تختت کو؟ داداش تو خود تخت نداری. تخت منو میخوای؟ نه تخت بگیر برادر. تخت برای خودت بگیر داداش. این همین برای خودت میری بیرون. ماشین همین دست من چیکار میکنه؟ بدبخت خجالت نمیکشه تو میپری پایین در میری که پول منو حساب نکن. ماشین همون خوردن کار. آقا ماشین رو بزن رو زمین لحظه خسرو. آقا تو رو خدا بابا یکی آسفالتا رو اوکی کنه بابا جدی. بابا شب میشه بخوابید. بابا دهن سرویس همه بک بک داره. یه دونه تخت بزنین توی اینونتوری بغلتون دیگه. مگه میشه اصلا؟ دارم برای 2 نفر. یزیدا
بله حسین از ماشین میذاری رو زمین جدی؟ چرخ من من دقیقه بشینم پشت همون من داشتم من ندیدی ماشین کل ماشینش بدون شرخ میومد کل ماشینش بدون شرخ من شد ماشین کج کرد اسم شاید باور نشه. خسرو 2 تا تایر آره. فروشی دارم خسرو اینا رو از من بخر دولتی حساب من خودم می‌کنی. میذارم بدن ماشین دیه میگیرم ازت تو خود اینا رو بخر دولتی حساب می‌کنی یا چی؟ چقدر حساب بدی تنها راه اینه که یه کاری سه تا کنی الیکون. بکشن الیکون گیرت بیاد. داشت به خدا باید همین کارو کنم کجا چی شده جونم بذار تو تموم در بدبخت خب بلندتر حرف بزن صدات خیلی کمه یادت با اون لباسه بودیم با هم دیگه گفتم برات نمی‌سوزه پول میگیری خب این چیکار کنم الان؟ تو بکن پول بگیر داداش نمیارزه بعد خسرو یه چیزی خسرو یه چیزی خسرو یه چیزی خسرو بیا اینجا هر کی منو بکشه 5 التیکون بهش میدم. این شد عقب شرخ نداره خسرو یکی از شرخ رو میشستونی به این این وری رقم کجا رفت بیا اینجا این ورش این ور اینو بزن مثلا اونو بگیر. خسرو این ماشین امیره و نمیشه دست این محله بشین با اینم فکر کن بهتره که بابا اون بغل کی کنده آقا تو رو قرآن پرشون مپ نابود میشه جدا یودا مگه کلی آسفالت نگرفته بود وای کسی آسفالت نداره میگی یودا آسفالت رو با خودش برد آقا یودا یزید کلی آسفالت داشت من نمیدونم یودا اسفالت داره چیکار کرد یواش ماشین من نیست ماشین تو؟ برای تو جدی من نمیدونم ماشین داری مگه این تو دست من بود واقعا من نمیدونم برای کیه پلاک نره مگه واسه پلاکش برای کیه پلاک اسم بذارین یزید این چه وضعشه آقا میترکه به خودم میترکه آقا خودت داداش به خودم میترکن گردن تو میداشتم آقا بذار جدی هر کی ماشین خوشا داره و پارسی داداش میتونی در خود آسفالت بدی ما تو خیلی داشتی مرسش به خود مپ به چوخ رفته با هیچی هم بی شرفا گردن نمیگیرم آقا به قرآن که حال اون بد شد چرا دیگه کریپر گردن گرفت؟ من کجاست خوب آسفالتت من داشتم جانم میده از آقا من برم تا پیش گادیاداز آقا فعلا آقا همگی فعلا خدا گادیاداز لفت برده رفت کی میگه آقا نه آقا همه جای دونه ترکیدن ما داریم هیچی هم گردن خیلی کثیفی نه چقدر بچه بیشورن آقا اینا اصلا صحبتی از خیلی بیشوری این کیه با موتور داره میاد سلام اوه ماشاءالله داشتن گیمر ووهو چند دور اجازه میدهی؟ من تو هستی؟ پارسیا؟ پارسیا من اوریج خودش امیر اسلامی ماشین تو نیست امیر؟ آره نه این برای پارسی هست چی آره مال آره امیر سیانی بابا مال من سفید بود عزیز تو نه، مال بعد تو اصلا بود. بنفشه که آقای عبال دوره بکردم برای تو چی همید؟ برای تو مشی بود و حالت بنفشور هم هستش نه ماشین نزولگیری همینه دیگه احمق من عوض کردم با اسپری آفرینش خیلی فام بود بابا رو اون ور. میشه عوض کرد ماشینو؟ نه داداش دریوری داره میگه بیشرف پایین من امتحان نکردی تا تراکتورمو حالا؟ خریدم پشیمونم. جدی داری میگی امیر الان؟ نه شیشه رو داد بالا واقعا اینجا ببینید فقط اینجا رو ببینید چست پر جنازه واه حسابی پیشنهاد بله با تو نیستم این بدل باشیم من به تونی 64 تا دادم برای ماشینش بهم 85 تا پس داد هم میتونی همچین کاری کنی نمیدونم داد امیر 64 هیچی نگو امیر هیچی نگو نه آقا من برم از آفر یا پارسیا مصرفه. بابا دهنتون بابا یه مش پیشه چیه امانگاز شده اینجا بابا اینا رو اوکی کنین دیگه بابا یا این معرفیا همین الان اومدم سالم بود نه داداش 5 دقیقه 10 دقیقه است خرابه به قربا هیچ هم درست نمیکنه سالم بود تایمر گذاشته پارسیا 59 57 گشنه بابا پارسا ایوون بیار تحویل در به منزل بده بابا نیست بنداز تخ کن بده آقا بنداز آسفالت بده آسفال من آها بی شرف تو چت گفتم کسی آسفالت داره جیکت در نیومد گفتم اورشی بیا که نه نمیدونستم نه این جیکت در نیومد و ابولا آقا فعلا پارسیا شد آقا بیا بریم 10 تا استک نه
بعد آقا 2 تا ماشینمو به شخ دادم واقعا دیگه فشارم آقا با من از هیچ چی صحبت نکنید آقا من فشارم. اینجا بالا 82 تا آفر خیلی خوبیه. امیر گبر برو از زندگی بیرون امیر گبر من دیگه ماشین نمیخوام. من میخوام برای خودم یه دونه موتور بخرم و موتور فقط برم و بیام. این ماشین تو هم جمع کن تو رو قرآن. همین بزنم بیا. نمیخرم. ماشین تو روش نشستی شو صندلیش بوم میده نمیخوام. اگر من گذاشتم تو بخری. آها تو باید بذاری من بخرم. تک تک موجودی اون خالی میکنم بتونی بخری. الان یه چیزی کندی؟ آقا شکون داره با تیر. الان کی اینو شکون جدن؟ اون که پایینه. من یه تیر آقا من هنوز زخمی شدم. تو بودی؟ یکی اصلا نمیده. یکی عباله یکی پارسیا. تشر بیارم. تشر. داد بزن. من آقا یارا دارم بفروشم. یه لیکوینم یه میفروشم دیگه. آقا نمیخوام آقا پول در بیارم بابا حیوان. موتور خوشم کنم آقا تیر نزنین دیگه آقا مرسی عشقم قربون دارم منم میتونی بکشی شما دورت بگم. بسم الله. نزن آقا نزن دوست باشین. حاضر بمیری ولی دیگه نه واقعا حاضر نیستم 42 تا لول دارم آخه. خب بزن ببینم اینجا گرول دارم. نه بشری که از فرش به عرش حساب صدای پارسه تومه. عجب این چیه الان؟ الان یکی چیزی شکون؟ میخوام بکشمش. غلط کردی. آقا بریم بیرون آقا تو رو قرآن آقا کار نداری شما آقا بریم کارتون رو انجام بدین آقا. هلیکوین دراب کردم آقا. چیزی ندید من که. دست من داره پول میده به تو قبول نیستی؟ بده من. نه نکش. دو تا بود دیگه ان شاءالله. من دیگه بیشتر بود 5 تا بود. 4 من 2 تا دیدم آقا. من 3 تا میدم. آقا هر کی مقدار دست ما رو بگیره من رو فقط بزرگ بشم جبران میکنم دورتون بگردم. مثلا چقدر به 10 تا همته فقط دادم من. هیچی ندارم امیر. هیچی ندارم. جبران کن. بابا نزن ای خدایا. پارسی بود. آقا 10 تا. شکوندیش 10 تا بده آقا بودو 10 تا بده. از این بلاک سفیدا. بدو. خوشتیب. این پارسیا نمیده ببین فرار کرد. آقا نکنین تو رو آقا جنبه گانو داشته باشین دیگه انصاف. رو فقط توی کامنت ها بگین آقا آیا ما گانو جدا برداریم یا چی. آقا 2 تا تناب آوردم برای بردن این داشی گاوا رو برام زیاد کنم خیلی بد واقعا زیاد بشن اینا. اینقدر زیاد که دیگه سرور لگ بشه. پارسه گادیده یزید در بر اینجا نذاشت دقیقاً. مشتی میرم. مرسی اینقدر سریع بود که اونا نمیدن بیرون. بیا مرسی. خب من این دوتا رو فعلا ببرم. بیاین عزیزای دلم اگلو نه اگه به جا بچه ها این سرور تیم جزیره بازی میکردن گان نمیکشن به خدا. یعنی این دوتا گاو بیشتر میفهمن تا این یزیده که با گان دارن شلیک میکنن خداییش. یه بار آقا با گان زیاد استفاده نکنید. گانو برای وقتی که آقا لازم داره. بیا یکی از عوامل همین موضوع اومد. این تازه 2-3 بار هم گانش گرفته شده. آره ایشون توقیف هم شده حتی. گانم تیر نداره دیگه. کنار اینا دیگه بی جنبه بد. بیا بالا. همیشه رو بده. گاو به این خوبی ندیده بودم. این گاوه حداقل گان نداره. مثلا چند تا گان داری؟ چند تا گانگ؟ بابا این اسب کیه؟ خودش اسبه. یه اسب آورده اینجا. وای تونی آورده بود بنده خدا. بذارش بگم. بذار پارت بعدی بیا بالا. گاو قشنگ هم بالا. این بیشتر نمیفهمی بعد میگم بالا. بشرخم. بیا بالا عزیزم. خودش برو دیگه بیشتره برو بالا. اومدم صاحب. آقا دو شرخم نیست. درک. ای وای. پارسیا واقعا من الان فشارم پارسیا سر اینکه هم از گاندان زیاد استفاده میکنم. خدا شاده به این دست بزنی گانو در میارم هر وقت ببینمت کشتم. پارسیا نکن. پارسیا بیا بیرون. پارسیا فقط بیا بیرون. نکن زحمتش میارم آوردم. بیا بیرون. داری میکنی به این بخوره 50 تا میزنم به. بیا بیرون. نه بیا بیرونش. من با دایموند نمیتونی بخری. بیا بیرون.
آقا اینم باید بهش تناب ببندی بیاریش بیرون. برو بیرون دیگه. بیا بیرون آقای پارسیا. خودت گاو میاری اینجا میذاری یه دونه. خودت یه دونه گاو بیار دقیقاً بغل میذاری. اگه نه بیا بیرون. خسرو گفت بیاد کجا؟ بزن. 4 تا گاو. آره خودش که بیا بیا واقعا فقط دیگه میارزه. فقط دیگه منو خرید. بالاخره منو خرید. فقط اینا واقعا فکر کنم با پول میتونن همه چی رو بخرن. ولی خب واقعا همینطوره. واقعا با پول میشه همه کار کرد لامصب. آره حسابو خریدم. بریم. آقا بده در راه رفاه. رفقا جدی فشارم. 2 تا آره، ماشین من تا الان فشار. ترکوندم. 2 استک یعنی الی کوین. خب آقا من امیدوارم شیشه من انقدر شکسته پولدار بشم توی سرور. امیدوارم 64 82 64 82 64 من چی گفتم؟ 64 82 چی میگی امیر؟ 64 82 نزود آها با یا این هنوز داره چی آقا میگه؟ میارزه آخه. نمیخوام آقا نمیخوام. من همینطوری داداش بچه هوامو دارم. پارسی الان به من آقا چهار بیمه تا- ماشین بیمه میکنم. اونو خوبه. ماشین بیمه اگه ماشین بهتره پولش تو میدی کامل؟ خودم جدی؟ داش 64 82 دیگه. 64 تا بده 82 تا بهت میدم. هر وقت من ماشین خریدم ماشینم ترکید پولشو کامل تو میدی. آره اینو تو این ویدیو اعلام کردی. همین الان آره. بده. ماشی برای منم بزنید. اوکی. بیشتر نیاز داره. پارت بعدی 82 تا دیگه. 82 تا بهت میدم. برو درست. رفقا واقعا میارزه رفقا. برسد. نشد. یا یه لحظه دست بده میذارم. آقا ببین دست بده میذارم. این 64 تا سه امیر. وای من باید 82 تا بدم. وای. آره. رفقا اینقدر من آدم پاک و سالمی هستم. اصلا میبینی؟ بیاین آقا بیاین. خود دیگه آقا پارت بعدی. آقا دیگه اونجا گاوی نمونده. اینو فعلا همینجا دیگه. حالا در گوش ما وزلزل کن دیگه. برو اونور. میدم بهت پول تو. 82 تا دیگه. منتظرم. آره منتظرم. این از الان گانو کشیده عالی شد. اه. تنابتو گرفتی بیرون بر. مرسی. عجب گاو یاهویه. نه خسرو یزید نکن. بیا تو. آشم بس میدم. اومدی سیسی. آه خب آقا ببین بزنم اول جون. اینجا قراره زندگی کنم. اون ایکس پیشو میخواد سیاتانا. خب رفقا آقا من چی همه داشت یه پول به ما دادی بسم الله. نخریدی منو که اینجا مونده. آقا اون اصل بده من تا اطلاع سایی به اون اصل برم یا میام پایین. 2 نفره نه. بابا بیاین پایین بابا به خدا همین رو میته دیگه. بیاین بر اینقدر بد شانسی ما. رفقا بوم. من با این پوله بعد چی کنم؟ ماشین نباید بخرم جدا. بعد سرمایه گذاری درست کنم. نمیدونم واقعا. موافق دیگه 82 تا دیگه. 82. تو 82 تا میخوای دیگه پسر جون تهش. آره. برو خونتون دیگه. دیگه همشون برو آقا خونتون. بیمه نشه مثل منه دیگه اتفاقا. خدای برعکس کار میکنی. آقا من بیمه میکنم ماشینم. آقا حله. بذار یه چیز اول من اینو زیاد کنم. مستر حاسمز جانمز کار ندارید با ما؟ قربه دارم عزیزم. ماز تبلیغ فقط مازم شد اینجا. قربونت برم. پکیج یا مثلا چیزش؟ مازو میتونید با 9,999,000 تومان بخرید کنید. رتبه 4000 الی 560,000 کنکور بشه. بابا اینجا اصلا چرا همه اینجا جدی شما تو کار ندارین الان؟ 82 دیگه من خدا 82. بزرگم. بابا یزید برو پارت بیرون. بعدی بیاد کناره. بابا الان این پارسی خونه زندگی نره به قرآن. واقعا خونه زندگی نره. وات دا 16 تا ندرایت. پارسی چیکار داری میکنی پارسی تو سرور؟ من بهش گفتم اینو دقیقاً. یا علی مای پش. واتس بودم متاسفانه خیلی جمع شد. وای رفقا شایان دقیقا همینه. خدا شاید رفقا شایان بچه که فصل قبل ندیدن. شایان وقتی داشت سری تمام میشد 6-7 استک بلاک دایموند داشت و 5-6 استک اور دایموند هنوز نکنده بود. اینقدر شایان مال داشت. بودی گریه نکن بابا دارم من. من هیچی ندارم. 3 تا لیکون من- دارم کلا. اون است دلی کوین. خب برو کار کن بدبختی شد. برو محصول بکار. خب دیگه کشتم. خب برو وایس در بیاد. یه کاری کن حسام خب چند دیگه وایستادم. بخرمت. آی خدا باورم نمیشه. رفقا به جز قرار نیست سراغ دراگون آقا.
رفقا یه لحظه جدی تو ذهنتون تجسم کنین با ماشین داریم تو انت میچرخیم. یه لحظه تجسم کنین تو ذهنتون جدا چقدر زیبا و جذابه. ابو سیب زمینی داری؟ نه سیب زمینی چی نه. من اینو میبرم بعد زیاد میکنم بعد میگم داشت گادیاتر زیاد نراشه ببرم. حساب چند بخرم حساب. پسر جون برو بیرون. برو بیرون در توارت نیست. بابا نکن تو رو قرآن. عجبا عجبا. بابا 2 دقیقه داریم کار میکنیم انصافا. به دنبالم. ای با یه چیزی هستن. بچه تو کامنت های مورد رو خیلی گفتن. هیچ از من نخرید. بچه اینو تو کامنت خیلی فهمیدن اصلا داشت دایمنداتو بفروشم. فقط درود به شرفتون. واقعا راست میگم. آقا دایمندامو خورده بفروشم و از اون مسیر من پول به دست بیارم. بذار ببینم. قویه. واقعا قویه. خیلی زیاد. واقعا قویه. هستمش. فقط ماشین بخرم. جدا ماشین میخرم ولی خدا شاید فقط میخوام بغل خونم پارک باشه. دیگه نمیخوام سوارش بشم اصلا. یه مش وحشی وقتی دارن تو این شهر زندگی میکنن. آرامش دیگه نرم اینجا آقا. واقعا من اینجا آرامش ندارم. نه به خود نگو تو که دورت بگیرم. خب اینم میذاریم این و نه همون رو حرفم هستم. یه مش واقعا یابو. آقا من برم محصولاتم بکنم. ببینم مثلا در اومده. آقا می کمکم. ببینم در اومده یا من عجب من خودم کار دارم. آقا تو الان کار نداشتی. من قایقم کجا؟ سلام یعنی تو الان کار نداشت الان کاردار شدم. خب در اومده. داشتی خوریم ملی کن به دست منم ببینم در اومده چی. یه لحظه. رفقا پول امیر گیمر رو تو همین پارتش پس بدم؟ نه. چی نه؟ یا علی. آبا چرا یه وحشی شد؟ نه. آقا من محصولاتمو بکنم، همه رو برام بفروشم. رفقا من همین الان اون 82 تا امیر گیمر رو بهش پس میدم و ماشین من بیمه شده. یعنی مثلا خیلی این چیز اوکیه. خب البته میتونم پس بدم در توانم هست آیا؟ خدا بزرگه آقا خدا بزرگه. ما فعلا اینا رو بکنیم. رفقا من بدبخت 2 ساعت الان ریکورد بودم و فهمیدم ریکوردمو پاس کردم. پشماتون بریزه. و چی شد؟ محصولاتمو کندم، این محصولاتم و محصولاتو دوباره بچه‌ها کاشتیم و اینکه رفقا با امیرگیری یک مکالمه انجام دادم که امیرگیری خودش گفت دیگه آقا اگه ماشینم بترکه پولش کامل میده و گفتم که چی؟ ماشین بخوام ماشین بترکه پولش کامل میدی؟ گفت از ام بترکونی که خودت هم باش میترکونم. گفتم نه یزید مرض دارم که. گفت آره. گفتم بس بترکه جدی یه موقع تو 64 تا هلیکوپتر به من میدی؟ گفت آره. برای رفقا برای خودم تراکتور خریدم و اگه بترکه پول اون 64 تا ازش گرفتم. من 2 ساعت اینا رو داشتم توضیح میدادم دیدم ریکوردم پازه. 2 ساعت داشتیم اینجا کارما رو انجام میدادیم هیچ کدومش نیافتاد تو ویدیو. ببخشید. خب آقا بذارین الان چقدر کوین دارم. میدی یا اول فاز بام 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 بذارین از اینا رو. سلام. میاد اینجا نه از اینجا نه. سلام عزیزم. سلام عزیزم. چطور متوری؟ یا علی چه خبره؟ نه اینونتوری پره. چیکار می‌کنی؟ اینونتوریم پره پسر جون. اینا تو اینونتوری چیکار می‌کنن؟ آقا دیگه اونو شو خودم نبوده دیگه برادر من. کارهای خوب خب بعد آقا مراسم گاو داشت هیچ نگو بدی. من تو هم نمیدونی فکر کنم بدی که یه ماشین دوم هم ترکید. بله بابا تسلیت میگم. خیلی ناراحت شدی فکر کنم. آره دقیقا. ای خدا خنده عصبی دارم میکنم. بابا من بدبخت چرا بعد نیای سر من پیش بیاد خدا. داداش دل امیر یه ملتی خوشحالن. امیر جدی یه چیزی تو مگه نمیگی ماشین اگه به ترکه تو 64 تا پولشو میدی؟ خب پولشو الان به من بده چون این بالاخره یه روزی میترکه. چرا بخوای بترکه؟ خب نه بگو تا الان مگه دوباره من می‌خواستم بترکه. بعد امیر چیزی من اول ماشین همه سالمه کجا کولی منم این 74 تا این 77 تا شاید این 5 تا دیگه به تلی کنیم. خوبه بیا با من بیا آقا فعلا خدافظ. فردا چم دیگه امیر داش میخیالم دست تو دلم نذار که دلم خونه پسر جون. برای خودم تراکتور خریدم.
ببند دهنتو امیر. شاید با اون تصادف نکنی اون حسام. موتور نمیتره که من داشتم دیگه واقعا لاستیک به این بقیه به خود به این دید خریدم واقعا گفتم یه چیزی بخرم که نتره که بذار باشه خودم حسام راه با برم. تراکتور الان میره تو گاوداری. امیر ببند دهنتو. با اون زرده رو خریدی داداش این نمیتره که با حداقل. همینم میخواد به جایی بزنه قشنگ معلومه. داداش دارم مثل آدم راه میرم چرا نمیمونه یا علی یا علی یا علی مثل واو. آدم نزدیک بخورم. امیر این ترمز نداره اصلا اول چی میگفت پس؟ این رفاقا واقعا ترمز نداره. خب امیر گیمین میخوام چیکار کنم میخوام دایمندامو بفروشم و الی کوین بگیرم. وای وای چقدر فقیری ایکسوشو برو ایکسوشو خب این 74 75 76 77 77 82 خب خیلی بیشتر شد فکر کنم 80 تا همین کجا همه به اینجا این 60 تا بگیر کن اینم 280 این 81 اینم 82 تا عزیزم واقعا راضی ام بیمن داره دیگه بیمه تکمیلی داری الان بیمم خدا رو شکر ساله همین پا وای وای ماش سب کن آقا به قرآن دیگه میگم یه زندان میسازم اوکی این من زندان میسازم آره کاملا بعد نمیشه چجوری بابا بیش اولو نمیشه یس اینقدر اولی بودم تو تلویزیون خوشحال میشدم. آقا من بسازم زندان دیگه بسازم واقعا بسازش جدی همین واقعا تحویله درست داشت به خود برای زندان زیاده یه تحویله بساز آقا اینم این که یه خونه یکی رو خراب کنی هم بعد بره زندان ها در حد یه چرا روز. خونه یکی رو خراب کنی مثلا چون پارسه هر 2 دقیقه یه بار میاد خونه شیشه های منو میاره آقا من پایین. یه ماشین با خریدم تیر که براش زدنش. نمیتونم پلاک اسم بذارم حساب میتونی از این ساینا بزنیم پشتش. آقا به تراکتور ما هم شش داری ستون میشه ماشین بذاری خونه من ماشین خونه است موتورم هم خونه است با چی اومدی یعنی پیاده اومدی پیاده اومدم آره همه دیگه ترس من تراکتورم بغل خونم او وای 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 رفقا بذار من میدونه سویچ آقا من خاکی ام داداش تو نمیفهمی رفقا من میدونه سویچ بخرم بعد برم خونه ببرم اون بر بچه داستان چیه دیگه کیکیو کشته و داستان چیه رفقا خودت تو چند نشستم دارن پول خوری میکنن اینجا شهر داره این شهر کیه داداش من الان میدونم میگم اونجا قشنگ الان طویل مد روشنه قشنگ الان دعواست دریوری بازی تونی هم که ترکونده چی شد تیم امنیتی تیم امنیتی خوب اومدی بریم اونجا نمیشه خبره اوه الان میبینی خونه همدیگه رو ترکون دست فرمونو داری که آره آقا سلام سلام چه خبره اینجا ممنون که زدیم هرچی میسازی چه خبره تو من بسازم بعد ببین خب آقا این نمیگفتم ایجه این نمیگفتم ایجه من آقا نمیگفتم آقا یه لحظه ایشونو کی کشت اول آقا پول ابولو دادی دادم ولی میدونی چی هستم من داشتم با پشت مثلا که میریختم ابول نگفتم ایجه داشتم با دست میزنمش ابولو با دست مود با دست این واقعا واسه اول افتاش نه آخه اسنج داشتم دست استرنجی ولی آها میبینی همه چی بهمون نگم دستی که روش استرنج در یه دونه دادم واقعا نمیدونم چرا بود یه دونه با استرنج 10,000 زدم نمیدونم چرا نگفتم ایجه وضعیت بدی رو فهمم من دیگه من متیو میکشم ادی کوین نکن آقا نکن نه شوخی میکنم پیستال کوین ارزشش داره حساب واقعا میشه چیزیه دارم بیزنس میکنم بچه‌ها پولینم بکشنشون من بچه خوب نشستم سر جام وقتی مدرسه شروع شده فقط میشینم دیگه حال بلند شدن ندارم تو رو خدا میکشم خود حسام زد بزن امیر بابا بابا به قرآن من خسته شدم دیگه آقا چرا اینقدر همون میکشی اینو ببین اینجا رو چند تا سلام نداشت دیگه اینا نداشت اوکی
اوکی نصف آقا تصمیم بسته اسماعیل بله ایسا من واقعا من 64 تا دایموند من سود کردم. وات چجوری؟ توتم تو دستم نبوده به پارسی میگفتن دمیج نمیشه میزد سلام تونی جون چطوری؟ سلام توی اسفن؟ سلام خوشتی. سلام من تو خوشتی پارسیا جدی پارسیا بعد تو رو چند بار بگیم نیا یعنی بعد بتونم تو رو زندانی کنیم بعد تو رو نیاریم که این شهر واقعا آسایش بهش برگرده. من چرا کشی؟ آقا من یه هلیکوی میدم این تر اجرایشه. زیر سرم بودم. من خب این واقعا من خود زیر سرم بود. بگو به خاطر پارسیا زیر سرم بودی الکی چیز بگو. دقیقاً بگو پارسیا زیرت کرده بود با ماشین. حسام جونم اشتم هر 3 تا دایموند یه هلی کوین اوکی درسته؟ نه هر 6 تا دایموند یه پارسیا داش پارسیا ای بس من الیکون میدم بس من الیکون میدم بس خب اوکی قتل میکنه الان چی شده داستان چیه بهش دادم یه استک یه استک اول خدا تو شو کن یزید خوبه دهن سرویس خوبه باید 20 تا بده خوب داداش هی بود هیچی نداشتی مردی از خودت هم باشه داداش اگر به دایموند عجب داداش من از دستی مردم من آرمورم دمیج شده بعد تو با دست مردی اصلا تو چقدر حقیر که با دست مردی اصلا دهن سرویس نه آقا من آقا خدا شاده این حرفو دارم اینجا میزنم جدی میگم آقا واقعا از این بعد هر کی با گام بخواد سوء استفاده کنه هرچی واقعا یکی دو بار نیاد واقعا نیاد آقا جدی خیلی سمه آقا دم به دقیقه همه با گان دارن راه میرن همه من بعدا اینقدر ماشینا ترکی دیگه این ماشین خریدم بابا به قرآن خود مقاوم باشه امیر خسارت تو من به ابوال بده نه دیگه 10 تاش مال من 10 تاش مال اینجا پارسی اینجا چی بهت میاد خودت چیزی از این ماشین کندی نه ابوال پارسی آقا الان بزرگترین کمکی که میتونی به من کنی اینه که آقا اون چی بود خودت آها پشما یه حمالی به من استخون داد من نبودم بخون منم نبودم آقا من اگه بودم سری میگفتم که من دادم رفقای گل عزیزای دل آقا بزرگترین حمایت شما از بنده خرید کردن از شاپ توتم بنده واقعا حمایت زیاد میکنی بذار براتون من اینجا چی دارم تریاک بزن آقا از ما خرید کنی تو رو خدا از ما خرید کردی؟ واو 15 تا دایموند خدا بده برکت واقعا راضیم بخرین آقا توتم این همه شما دارید توتم میشوید نکنید این دزدی میکنین از شما آقا خرید کنید از حساب الی شاپ الی آماده خرید ببند دهنت تو اویا دست سنگین شده جامشتم توتم زیاد دارم خب ولی میخوام خالی بابا داش خسرو چیکار داری میکنی؟ چه تو سود میرسونی به این؟ یالی؟ مرسی خسرو چه پول دار شدی؟ خسرو جان من خاکم خسرو فقط هر یه دونه توتم سلی کوین ها یه موقع برادر آره ببخشید یه الی کن نه اصلا میکنم اصلا دارم یه الی کن خسرو می‌خواست کلشو برگردونه یه لحظه شاک شد آقا تو میری سوپرمارکت رو قفس‌ها به پر می‌کنی؟ آره تو نیستی اون بالا که اما اصلا بابا یابو بسته دیگه خداییش حسام چیکار دارن میکنن کل مغازاتو بخرید آقا خرید کن من اون توتما رو کی دزدی به قرآن گام میکشه میکشم الیکون چه و سیب زمینی این هویج رفقای گل آقا من جدی دارم میگم رفقا تو رو قرآن آقا جون عزیزتون گوش کنید رفقا توی کامنت ها واقعا کاملا جدی هم 2 تا قانون برای این شهر بذارین اون 2 تا قانون ما اینجا اعلام میکنیم و خدا شاهده کسی غیر اون رو حرفات بکشید نه قانون رفقا توی کامنت ها واقعا یه قانون میگه اون 2 تایی که بیشترین لایک دارن ما واقعا اینجا تصویب میکنیم و میذاریم شدن باشه مثلا اینکه آقا هر کی کش یه پارت حذفش کنیم یه پارت نباشه یا هر چیز دیگه ای بابا بی شرفا وسط جاده چی نکنین پارسیا رو بمباران خسرو بشه کلانتر این شهر خودش بلد بشه یه قانون واقعا بذارین آقا چند تا قانون توی کامنت ها بگین چون واقعا من دیگه نمیتونم بچه‌ها رو کنترل کنم یه هر کی داره در خودش یه کاری انجام میده ما هر چی میگیم هر کی کار خودش انجام میده واقعا دیگه خسته شدیم و دیگه دارن یک سری بچه‌ها بی جنبه بازی در میارن قربونشون برم من لایک کامنت فالو فراموش نشه تا ویدیو بعدی و پارت بعدی بازی می‌بینمتون دورتون بگردم ماچ بهتون بای بای